سوره سیوم، سوره عمران. 200 آیت در مدینه نازل شده. به نام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت با رحم است. الف لام میم. خدای یکتا جز او خدای نیست، زنده و پاینده است. این کتاب را که تصدیق کننده کتاب های پیش از آن است به حق بر تو نازل گرد و قبل از آن تورات و انجیل را. پیش از آن برای راهنمایی مردم فرقان، فرق میان حق و باطل فرو فرستاد. برای آنان که به آیات خدا ایمان نمی آورند عذاب سخت مهیا است و خدا پیروزمند و انتخاب گیرنده است. هیچ چیز در زمین و آسمان به خدا پوشیده نیست. اوست که شما را در رحم مادران قسمی که خودش می خواهد صورت می بندد. نیست خدای جز او که پیروزمند و حکیم است. اوست آن خدایی که این کتاب را بر تو فرو فرستاد. بعض از آن آیت ها محکم، یعنی معنی آن واضح است. آنان اصل کتابند. و دیگران متشابه که معنی آن واضح یا معین نمی باشد. اما آنانی که دلشان میل به باطل است، انحراف از راه راست، آنچه را متشابه است پی می گیرند. آن را که مانند یکدیگر شده، از آن برای طلب گمراهی و برای طلب تاویلش، در حالی که تاویل آن را جز خدا نمی داند. و آنان که در قدم در دانش استوار کردند می گویند ما به آن ایمان آورده ایم، همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان پند نمی گیرند. ای پروردگار ما، دلهای ما را پس از آن که ما را هدایت کردی از راستی به کجی مگردان و ما را از نزد خود بخشایش ارزانی دار که تو بخشاینده ای. ای پروردگار ما، توی جمع کننده مردمان در آن روزی که هیچ شک در آن نیست. همانا خدا وعده را خلاف نمی کند. آنان که کافر شدند، مالها و اولادهایشان هرگز آنان را در برابر عذاب خدا هیچ فایده نخواهد داشت. آنها خود هیزم آتش جهنمند. همچون شیوه و روش فرعونیان و آنانی که پیش از آنها بودند که آیات ما را دروغ انگاشتند. پس خدا آنان را به گناهانشان بگرفت و عذاب خدا سخت است. با آنها که کافر شدند بگو به زودی شکسته و سرکوب خواهید شد و به دوزخ رانده و گرد خواهید آمد و دوزخ بد آرامگاهی است. همانا شما را در آن دو گروهی که با هم روبرو شدند در جنگ بدر نشانه بود. گروهی در راه خدا جنگ می کردند و گروهی دیگر کافر بودند که آنها مؤمنان را به دیدار چشم دو چندان خود می دیدند. خدا هر کس را که بخواهد یاری می کند و صاحب نظران را در این عبرت است. در چشم مردم آرایش یافته است. عشق به امیال نفسانی و دوست داشتن زنان و فرزندان و خزانه های جمع شده از طلا و نقره و از پان داغ نهاده شده و دیگر چارپایان از شتران و گاوان و گوسفندان و زراعت و باغ و بوستان در نظر مردم دلفریب آمده. اینها کالای ناچیز زندگانی این دنیاست، در حالی که بازگشتنگاه خوب نزد خدا است. بگو آیا شما را به چیز بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که پرهیزگاری کردند در نزد پروردگارشان بهشتی‌هایی است که جویها از زیر درختان آنها روان است. در آنها جاودانند و همسران پاکیزه و خوشنودی خدا و خداوند بندگان خود را خوب میشناسد. آنان که میگویند ای پروردگار ما، ایمان آورده ایم، گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش حفظ کن. شکیبایان، راستگویان و فرمانبرداران و خیرات دهندگان و آنانی که در سحرهای صبح بخشش می طلبند. خدای یکتا گواهی داد که جز او خدای نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز گواهی دادند جز او خدای نیست که توانای بی همتا و دانای استوارکار است. همان دین راست و درست
نزد خداوند اسلام است. و آنانی که به ایشان کتاب داده شده بود، یهودیان و مسیحیان، اختلاف نکردند، مگر پس از آن که دانش و آگاهی به این دین حق به ایشان آمد، از روی بدخواهی و حسد میان خویش. و هر کس که به آیات خدا کافر شود، پس بداند که خدا زود حساب است. پس اگر با تو خصومت ورزند، بگو من و پیروانم در دین خویش کاملا تسلیم به خداوند هستیم. و به اهل کتاب و مشرکان بگو مسلمان می شوید؟ اگر مسلمان شوند پس هدایت یافته اند، و اگر روی گردان شده اند بر تو تبلیغ است و بس، و خداوند بندگان را می بیند. آنان را که به آیات خدا کافر می شوند و پیامبران را به ناحق می کشند و کسانی از مردم را که به عدل و دادفرمان می دهند می کشند، به عذاب دردناک مژده ده. اینانند که کارهایشان در این دنیا و در آخرت تباه شده است و هیچ یاری کننده‌ای ندارند. آیا آنان را ندیدی که از کتاب تورات بهره یافته بودند، چون دعوت شدند تا کتاب خدا درباره آنها حکم کند، گروهی از ایشان بازگشتند و اعراض کردند؟ این از آن روست که گفتند آتش دوزخ هرگز به ما نمی رسد مگر روزهای شمرده شده. و این دروغ‌ها که می ساختند در دین خود فریبشان داد. پس چگونه خواهد بود حال آنان آنگاه که فراهم آوریم ایشان را برای روزی که هیچ شک در آن نیست و هر کس را آنچه کرده است به تمامی پاداش دهند و بر آنان ستم کرده نمی شود. او الا، ای خداوند سلطنت فرمان روایی، هر کی را خواهی پادشاهی می دهی و از هر کی را خواهی پادشاهی باز می گیری. هر کی را خواهی بزرگی و ارجمندی و عزت می دهی و هر کی را خواهی خوار می گردانی. نیکی ها همه به دست توست که تو بر همه چیز توانایی. شب را در روز در می آوری و روز را در شب در می آوری. زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون می آوری و به هر کی خواهی به شما روزی می دهی. مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی گیرند. پس هر که چنین کند او را با خدا رابطه‌ای نیست، یعنی از دین حق و از دوستی و خوشنودی خدا بهره‌ای ندارد، مگر این که از آنان بترسید، یعنی از شر آنها بترسید و بخواهید از گزندشان حذر کنید. خداوند شما را از نافرمانی خویش می‌ترساند و بازگشت به سوی اوست. بگو هرچی در دل دارید، چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچی را که در آسمان ها و زمین است می‌داند و خدا بر هر چیز تواناست. روزی که هر کس هر کار نیک که کرده باشد حاضر بیابد و هر کار بد که کرده باشد حاضر بیابد و آرزو کند که ای کاش میان او و کردار بدش فاصله بزرگ می بود. خداوند شما را از خودش می ترساند و خداوند به بندگانش مهربان است. بگو اگر خداوند را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد و خداوند امرزگار و مهربان است. بگو از خدا و رسولش فرمان ببرید. پس اگر روی گردان شدند بدانند که خدا کافران را دوست ندارد. خدا آدم، نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. فرزندان بودند برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده و خدا شنوا و داناست. یاد کن آنگاه که زن عمران گفت پروردگارا، نظر کردم که آنچه در شکم من است آزاد باشد، آزاد از وابستگی های دنیا و در خدمت پرستشگاه تو باشد. پس از من بپذیر که توی شنوا و دانا. و چون او را بزاد گفت ای پروردگار من، این را که زاییدم دختر است. و خدا به آنچه زاییده بود داناتر است، یعنی میدانست. و پسر چون دختر نیست. او را مریم نامیدم و او را و فرزندانش را از آسیب شیطان رانده شده به پناه تو می سپارم.
پس پروردگارش آن دختری را به نیکی از او بپذیرفت و به وجه پسندیده پرورشش داد و زکریا را به سرپرستی او گماشت. و هر وقت که زکریا در حجره مریم نزد او می رفت، پیش روی او خوردنی می یافت. می گفت: ای مریم، اینها برای تو از کجا می رسد؟ مریم می گفت: از جانب خدا، زیرا او هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد. آنگاه یا در آنجا زکریا از پروردگار خود خواست. گفت: ای پروردگار من، مرا از جانب خود فرزند پاکیزه عطا کن، همانا که تو دعا را میشنوی. پس فرشتگان او را در حالی که در نمازخانه به نماز ایستاده بود آواز دادند: خدا تو را به یحیی مژده می دهد که تصدیق کننده است به حکم از خدا و سردار و بی رغبت است بر زنان و پیغمبری از نیکوکاران. گفت: پروردگارا، چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیده ام و زنم نازاینده است؟ گفت: چنین است، خدا آنچه خواهد می کند. گفت: ای پروردگار من، برای من نشانه پدیدار کن. گفت: نشان تو این است که 3 روز با مردم سخن نگویی مگر به اشاره، و یاد کن پروردگارت را بسیار و تسبیح کن به شام و صبح. آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را برگزید و پاک گردانید و زنان جهانیان، زنان زمانه برتری داد. ای مریم، خدای خود را با فروتنی فرمان بردار باش و سجده کن و رکوع کن با رکوع کنندگان. این از خبرهای نهان غیب است که به تو وحی می کنیم و تو نزد آنان نبودی آنگاه که قلم خود را می افکندند که کدامشان سرپرست مریم شود، و تو نزدشان نبودی وقتی که گفتگو می کردند. آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را به کلمه از خود، نامش مسیح عیسی پسر مریم است، مژده می دهد که در این جهان و آن جهان آبرومند و از مقربان نزدیکان خداوند است، که با مردم در گهواره و در بزرگی سخن می گوید و از شایستگان است. مریم گفت: ای پروردگار من، چگونه مرا فرزندی باشد در حالی که بشری به من دست نزده است؟ گفت: بدین سان که خدا هر چی بخواهد می آفریند و چون اراده چیزی کند با او گوید شو، پس موجود می شود. و او را کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد و به رسالت به بنی اسرائیلش می فرستد که من با معجزه از پروردگارتان نزد شما آمده ام. برایتان از گل چیز مانند شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و او به اجازه خداوند یک پرنده می شود و به خواست و فرمان خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و مرده را زنده می کنم و به شما می گویم که چه خوردید و در خانه های خود چه ذخیره کرده اید. اگر از مؤمنان باشید، اینها برای شما نشانه های حقانیت من است. و آمدم تصدیق کننده به آنچه پیش از من است از تورات و بعضی از چیزهایی را که بر شما حرام شده حلال می کنم. با نشانی از پروردگارتان نزد شما آمدم و از خداوند بترسید و از من اطاعت کنید. همانا خدای یکتا، الله، پروردگار من و از شماست، پس او را بپرستید. این است راه راست. و چون عیسی کافری آنان را آشکارا یافت، گفت: مددکاران من در راه خدا کیست؟ حواریان یاران به خصوص او شاگردان او گفتند: ما مددکاران دین خدا هستیم و به خدا ایمان آورده ایم. شهادت ده که ما تسلیم هستیم. پروردگارا، به آنچه فرو فرستادی ایمان آورده ایم و این پیامبر را پیروی کردیم. پس نام ما را با گواهان که به پیام رسانی پیامبران گواهی دادند بنویس.
آنان مکر کردند و خدا هم مکر کرد و خدا بهترین مکر کننده است. آن زمان خدا گفت: ای عیسی، من تو را میرانم و به سوی خود برمی آورم و از کافران دور می سازم و تا روز قیامت آنان را که از تو پیروی کنند فراز کافران قرار خواهد داد. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من در آنچه اختلاف می کردید میانتان حکم می کنم. اما کسانی که کافر شدند در این دنیا و در آخرت عذاب سخت خواهم کرد و یاری کنندگان ندارند. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند خدا مزدشان را به تمامی خواهد داد. خدا ستمکاران را دوست ندارد. این که بر تو میخوانیم از آیات سخنان خداوند و نشانه های راستی و درستی رسالت تو و یاد و پند، یعنی قرآن با حکمت است. مثال عیسی در نزد خدا چون مثال آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت شو، پس موجود شد. این سخن حق از جانب پروردگار تو است، پس از شکداران مباش. از آن پس که به آگاهی رسیده ای، هر کس که درباره او با تو مجادله کند بگو بیایید تا حاضر آوریم ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خود را بخواهیم. آنگاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم. همانا این خبر راست و درست جز الله هیچ خدایی نیست. او خدای پیروزمند و حکیم است. اگر روی گردان شوند خداوند فساد کنندگان را میشناسد. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم، آن که جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شرک او نسازیم. بعضی از ما بعضی را به جای خدایی یکتا به خدایی مگیرد. اگر آنان روی گردان شدند بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم. ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم مجادله می کنید در حالی که تورات و انجیل بعد از آن نازل شده است؟ مگر نمی اندیشید؟ آگاه شوید شما ای مردم، به آنچه شما علم دارید مجادله تان روا باشد. چرا در آنچه بدان علم ندارید مجادله می کنید در حالی که خدا می داند و شما نمی دانید؟ ابراهیم نه یهود بود و نه مسیحی، بلکه حقگرای مسلمان بود و از مشرکان نبود. نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی اند که او را پیروی کردند و این پیامبر و آنانی که به این پیامبر ایمان آوردند و خدا دوست و کارساز مؤمنان است. طایفه از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند در حال آنکه نمی‌دانند که آنها تنها خود را گمراه می‌کنند. ای اهل کتاب، با آنکه خود به آیات خدا شهادت می‌دهید چرا انکارشان می‌کنید؟ ای اهل کتاب، به آنکه از حقیقت آگاه هستید چرا حق را به باطل می‌آمیزید و حقیقت را پنهان می‌کنید؟ گروهی از اهل کتاب گفتند به آنچه بر مؤمنان فرو آمده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز انکار کنید تا مگر از دین خود بازگردند، یعنی در شک افتند. گفتند اعتماد میکنید مگر به کسی که پیرو دین شما باشد. بگو هدایت همان است که الله هدایت داده است. و اگر گویند که به دیگران همان چیزهایی داده شود که به شما داده شده است، یا اگر گویند که فردا در نزد پروردگارتان بر شما حجت آورند، بگو فضیلت به دست خدا است. هر کی را خواهد آن را عطا می کند که او بخشاینده و داناست. هر کی را خواهد به مهر و بخشایش خود می گرداند و الله دارای فضل عظیم است. از میان اهل کتاب کسی است که اگر او را امین شموری و به او 1000 دینار امانت بسپاری آن را به تو باز می گرداند. و از ایشان کسانی هم است که اگر او را امین شموری و 1 دینار به او امانت بسپاری تا پشتش نگردی و چند بار تقاضا نکنی و تا ناچار نسازی و تو باز نمی گرداند.
این برای آن روز که گفتند بر ما در راه غیر اهل کتاب راهی به اعتراض نیست و خود می دانند که به خدا دروغ می بندند. بلی، هر که به پیمان خدا وفا نماید و پرهیزگاری کند، خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهای اندک می فروشند در آخرت بهره‌ای ندارند و خداوند در روز قیامت نه به آنان سخن می گوید و نه به سوی ایشان نگاه می کند و از آلودگی گناهان ایشان را پاک نمی سازد و بر ایشان عذاب دردآور است. و از آنان گروهی هستند که زبان خویش را به خواندن کتاب دست نوشته خودشان چنان می گردانند تا پندارید که آن از کتاب تورات است و حال آن که از کتاب نیست و گویند که از نزد خداست، در حالی که از نزد خدا نیست و بر خدا دروغ می بندند و خود می دانند. نیست سزاوار به هیچ بشری که خداوند به او کتاب و حکم حکمت، دانش، گفتار و کردار درست یا فرمان حکم راندن و پیامبری دهد. آنگاه وی به مردم گوید بندگان من باشید، نه بندگان خدا، ولیکن گوید خداشناسان و خداپرستان باشید، بدان سبب که کتاب خدا را به دیگران می آموختند و خود به خواندن آن می پرداختند. و شما را فرمان دهد که فرشتگان و پیغمبران را به خدایی گیرید. آیا شما پس از آن که مسلمان تسلیم حق شده باشید و کفر فرمان می دهید؟ و خدا از پیامبران پیمان گرفت که شما را کتاب حکمت دادم. به پیامبری که آیین شما را تصدیق می کند و به رسالت نزد شما می آید و آنچه را با شماست باور داشت بگروید و یاریش کنید. گفت آیا اقرار کردید و عهد مرا پذیرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. گفت پس شهادت دهید و من نیز با شما از شاهدانم. پس هر که پس از آن پیمان و اقرار برگردد آنانند بدکاران و نافرمان. آیا غیر از دین خدا دین دیگری می طلبند؟ حال آن که هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است خواه یا نخواه تسلیم فرمان اوست و به نزد او بازگردانده می شود. بگو به خدا و آنچه بر ما، بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، یعقوب و فرزندان او و نیز آنچه به موسی و عیسی پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان نازل شده است ایمان آورده ایم. میان هیچ یک از ایشان فرقی نمی کنیم و همه تسلیم اراده او هستیم. و کسی غیر از دین اسلام دیگر دین را بجوید هرگز از او پذیرفته نشود و او در آخرت از زیانکاران است. چگونه خدا هدایت کند قومی را که نخست ایمان آوردند و به حقانیت پیغمبر شهادت دادند و دلایل و آیات روشن را مشاهده کردند سپس کافر شدند؟ خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند. آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنها باشد. در آن لعنت و آتش دوزخ به همیشه بمانند. عذاب از ایشان سبک نشود و مهلتشان ندهند مگر کسانی که پس از آن که کافر شدند توبه کردند و نیکوکار و راست کردار شدند که خدا امرزگار و مهربان است. توبه کسانی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و به کفر خود افزودند پذیرفته نخواهد شد. اینان گمراهانند. آنانی که کافر شدند و کافر مردند اگر بخواهند به اندازه همه زمین طلا دهند تا عذاب خود را بخرند از آنها پذیرفته نخواهد شد. برای ایشان عذاب دردناک است و ایشان را هیچ یاوری نیست. هرگز به نیکی راستین دست نیابند مگر آن که از آنچه دوست دارید خیرات کنید و هرچی را خیرات یعنی در راه خدا خرج می کنید خدا به آن داناست. همه خوردنی ها برای فرزندان اسرائیل حلال بود پیش از آن که تورات فرو آید مگر آنچه اسرائیل یعقوب برای خود حرام کرده بود. ولی یهودیان گویند این حرام ها از پیش بوده است. بگو
اگر راست میگویید پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید. پس هر کس از این پس به خدا دروغ سازد آنانند ستمکاران. بگو خدا راست گفت. پس دین ابراهیم را پیروی کنید که حق گرای بود و از مشرکان نبود. نخستین خانه ای که برای مردم مقرر شده همان است که در مکه است، خانه ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است. در آنجاست آیت روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود در امان است. برای خدا حج آن خانه ای برای کسانی که قدرت رفتن به آن داشته باشند واجب است و هر که راه کفر پیش گیرد بداند که خدا از جهانیان بی نیاز است. بگو ای اهل کتاب چرا آیات خدا را انکار می کنید و خدا بر آنچه می گویید گواه است. بگو ای اهل کتاب به چه سبب آنها را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید و می خواهید که برای کج روند و شما خود به زشتی کار خویش آگاه هستید و خدا نیز از آنچه می کنید غافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را از ایمانتان به کفر باز می گردانند. چگونه کافر می شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و رسول او در میان شماست و هر کس به دین و کتاب خدا چنگ افکند برای راست هدایت شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید بترسید از خدا چنان که شایسته ترس از اوست و من میرید مگر در حالی که مسلمان باشید و هنگام دست در اسمان خدا زنید و پراکنده مشوید و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید. آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید او دلهایتان را به همه مهربان ساخت و لطف او برادر شدید و بر لب پرتگاهی از آتش بودید. خدا شما را از آن نجات داد. خداوند آیات خود را برای شما این چنین بیان می کند شاید هدایت یابید. و باید از شما گروهی باشد که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و آنانند رستگاران. و مباشید مانند کسانی که پس از آن که آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد پراکنده گشتند و با یکدیگر اختلاف ورزیدند. البته برای اینان عذاب بزرگ خواهد بود. آن روز که گروه سفید رو و گروه سیاه رو شوند و آنان که روی ایشان سیاه شدند میگویند آیا شما پس از ایمان آوردنتان کافر شدید؟ به سبب کافر شدنتان بچشید عذاب خدا را. اما آنانی که رویهایشان سفید شود در مهر و بخشایش خداوندند و در آن جاودانند. این آیات خداوند است که به راستی و درستی بر تو میخوانیم و خدا به جهانیان هیچ ستمی نمیخواهد. آنچه در آسمان ها و در زمین است از خدا است و همه کارها به سوی خداوند باز میگردد. شما بهترین امت هستید که برای مردمان پدیدار شده اید که به کارهای پسندیده فرمان میدهید و از کارهای زشت و ناپسند باز میدارید و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است. بعضی ایشان مؤمنند ولی بیشترین آنها ستمکارانند. هرگز به شما زیان نرسانند مگر اندک رنج و آزاری و اگر با شما جنگ کنند و شما پشت میگردانند و آنگاه یاری و پیروزی نیابند. هر جا که باشند مهر خواری بر آنها زده شده است مگر آن که در امان خدا و در امان مردم باشند. به خشم خدا بازگشتند یعنی سزاوار خشم خدا گشتند و مهر درماندگی و بیچارگی بر آنان زده شده. این بدان سبب است که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. این از آن روز که نافرمانی کردند و از حد گذشتند. اهل کتاب یکسان نیستند. اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی به فرمانبرداری خدا ایستادند. آیات خدا را شبانگاهان میخوانند و سجده میکنند به خدا
و روز قیامت ایمان دارند و به کار نیک و پسندیده فرمان می‌دهند و از بدی و زشتی باز می‌دارند و خود در کارهای نیک می‌شتابند و اینها از جمله شایستگان هستند و هر کار نیکی که کنند هرگز ناسپاسی نبینند، زیرا خدا به پرهیزگاران آگاه است. کسانی که کافر شدند هرگز مالها و فرزندانشان آنان را از عذاب خدا هیچ سود نخواهد داشت و کارشان نیاید. آنان دوزخیانند و در آن جاویدانند. آنچه اینان در این جهان خیرات می کنند همانند آن است که باد سرد و تیز بر کشتزار قوم بر خویش ستم کرده بوزد و آن کشت را نابود سازد. خدا بر آنها ستم نکرد ولیکن آنها به خود ستم می کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر از خودتان دوست همدل و همراست مگیرید که در کار شما از هیچ تباهی فروگذار نکنند. دوست دارند که شما در رنج باشید، همانا دشمنی از دهانشان گفتارشان پیداست و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند بزرگتر، بدتر و زشتر است. به راستی که این آیات را برای شما روشن بیان کردیم. اگر شما عاقل هستید، این شما هستید که آنان را دوست می دارید، اما آنها شما را دوست ندارند، و حال که شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید، چون شما را ببینند گویند ما همه ایمان آورده ایم. و اثنایی که آنها تنها شوند سرانگشتان خیش را از خشم به دندان گزند. بگو به خشم خیش بمیرید که خدا بدانچه در دل هاست آگاه است. اگر به شما خیر برسد آنها اندوهگین می شوند و اگر شما به مصیبت گرفتار آیید آنها خوشحال می شوند. اگر صبر ورزید و پرهیزگاری کنید از مکرشان به شما زیانی نرسد و خدا بدانچه می کنند دانای فراگیرنده است. و آنگاه که صبح از منزل خود بیرون رفتی و مهیا می کردی مسلمانان را در جایگاه‌های برای جنگ جای می دادی و خدا شنوا و داناست. آنگاه قصد نمودند دو طایفه از شما که در جنگ سستی ورزند و حال آن که خدا یار و کارساز آنان بود و مسلمانان باید بر خدا توکل کنند و بس. و به تحقیق خداوند شما را در جنگ بدر در حالی که ناتوان کمزور بودید یاری کرد. پس از خدا بترسید، باشد که شما سپاسگزار شوید. آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کفایت نمی کند؟ آیا شما را کفایت نمی کند که پروردگارتان شما را به 3000 فرشته فرو فرستاده مدت رساند؟ بله، البته اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید و آنان دشمنان فوراً بالای شما حمله کند و شما بیایند، پروردگارتان شما را با 5000 فرشته نشاندار مدت می رساند. و این کمک فرشتگان صرف مژده‌ای از طرف خداوند بود تا دلهای شما آرام گیرد، مگر یاری و پیروزی تنها از نزد خدای توانا بی همتا و دانای استوارکار است، تا گروهی از کافران را هلاک کند یا خوار کنند گردانند، پس ناامید و شکست خورده بازگردند. نیست را اختیار تا خدا ایشان را به توبه وادارد یا ایشان را عذاب کند که آنها ستمکارند. آنچه در آسمان ها و در زمین است از خداوند است. هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را خواهد عذاب می کند و خدا امرزگار و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، نخورید سود دوچند بر دوچند و از خدا بترسید تا رستگار شوید و بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده است. از خدا و پیامبر اطاعت کنید، شاید بر شما رحم شود و بشتابید به سوی امرزش از پروردگارتان و رسیدن به آن بهشت که برعش از زمین تا آسمان است و برای پرهیزگاران مهیا شده است. آن کسانی که در توانگری، تنگدستی، خیرات و در راه خدا خرج می کنند و خشم خیش را فرو می خورند و خطای مردم را عفو می کنند، خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنانی که چون مرتکب کار زشت شوند یا به خود ستم می کنند، خدا را یاد می کنند و برای گناهان خیش بخشش می خواهند
و کیست جز خدا گناهان را بیامرزد و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند اصرار نکنند. مزد ایشان بخشش است از جانب پروردگارشان و بهشت‌هایی که جویها از زیر آنها روان است، در آنها جاویدانند. و چه نیکو است مزد عمل کنندگان. پیش از شما واقعات بود که گذشت، پس در زمین بگردید و ببینید که سرانجام آنها که پیامبران و نشانه‌های خدا را به دروغ گویی نسبت می‌دادند چی بوده است. این برای مردم دلیل روشن و برای پرهیزگاران راهنما و نصیحت است. سستی مکنید و اندوهگین مباشید، زیرا اگر ایمان دارید پیروز خواهید شد. اگر بر شما سختی رسد چنین سختی نیست به دیگران رسیده و این روزها پیروزی‌ها و شکست‌ها را میان مردم می‌گردانیم تا آنها را بیاموزیم، تا آنها را بیازماییم و تا خدا کسانی را که ایمان آوردند بازشناسد، یعنی تا معلوم سازد و بشناسد و آنان که نمی‌دانند بدانند که از شما شهیدان یا گواهان برگیرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد، اگرچه گاهی به ظاهر پیروز شوند، و تا کسانی که ایمان آوردند پاکیزه گردند و کافران را نابود سازد. آیا گمان دارید که در بهشت داخل می شوید و حال آن که خدا هنوز معلوم نکرده است که میان شما چه کسان جهاد می کنند و چه کسان صابران اند؟ پیش از آن که مرگتان فرا رسد تمنای مرگ می کردید، اینک مرگ را دیدید و در آن می نگرید. و محمد تنها یک پیغمبر است و پیش از او پیامبران دیگری بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین پشتهایتان باز می گردید؟ هر کس که باز گردد هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. بدون اجازه و یا حکم خداوند هیچ کس نمی میرد و این نوشته شده در یک وقت مقرر. هر کس خواهان ثواب این جهان باشد و او می دهیم و هر کس خواهان ثواب آخرت باشد و او می دهیم و زود می دهیم ثواب شکرگزاران را. چه بسا پیامبرانی که خدا پرستان بسیار همراه آنان به جنگ رفتند، سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود نیاوردند به سبب مصیبتی که رسید به ایشان در راه خدا، و خدا دوست می دارد صبر کنندگان را. و نبود سخن این خداپرستان مگر این که گفتند ای پروردگار ما، گناهان ما را و زیاده‌رویی های ما را در کارها بیامرز و استوار دار پاهای ما را در برابر کافران یاری کن. پس خدا ثواب این دنیا به یاری و پیروزی و ثواب نیکوی آخرت را نصیبشان کرد و خدا نیکوکاران را دوست دارد. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شما از کافران اطاعت کنید شما را بر باشناهایتان و واپستان و دوران جاهلیتتان باز می‌گردانند. پس زیانکار خواهید گشت یا زیان دیده باز خواهید گشت. آنها یار و سرپرست شما نیستند، بلکه خداوند یار و سرپرست شماست و او بهترین یاری دهندگان است. به زودی در دل کسانی که کافر شدند بیم و هراس افکنیم، به آن سبب که با خدا شریک قرار دادند و برای آن دلیل و حجت نفرستاده است و جایگاهشان آتش دوزخ است و ستمکاران را بد جایگاهی است. خداوند وعده خود را با شما راست کرد هنگامی که در جنگ بدر و در آغاز جنگ احد به فرمان او دشمنان را می کشتید، تا آنگاه که سستی به دل کردید و در کار جنگ خالی کردن سنگر در گردانه احد با یکدیگر اختلاف و کشمکش نمودید و پس از آن که چه دوست دارید و شما بنمود نافرمانی کردید. بعض از شما خواهان این دنیا و بعض از شما خواستار آخرت، سپس شما را به هزیمت در جنگ احد از آنها بازگردانید تا شما را بیازماید تا شما را بیازماید و به تحقیق از شما درگذشت و خدا صاحب فضل است بر مؤمنان. آنگاه که می گریختید و دور می شدید از میدان احد و به هیچ کس توجه و التفات نمی کردید
و پیامبر شما را از پشت صدا می کرد که به جای خود باز گردید، پس شما را در برابر اندوه از دست دادن غنایم و کشته شدن بعد از برداشتن زخمها، اندوهی دیگر ننگ شکست و شرم از خدا و رسول سزا داد. اندوهتان را به اندوهی مهمتر بدل کرد تا بر آنچه از دست دادید از غنیمت و پیروزی، بر آنچه به شما رسید از رنج و آسیب اندوهگین مشوید. و خدا به آنچه می کنید آگاه است. سپس از پی آن غم خدا امنیت و آرامش برای شما فرستاد، چنان که گروهی را خواب آرام فرو گرفت، اما گروهی دیگر مصروف با خود بودند، چون مردم عصر جاهل و خدا گمان ناروا داشتند. گمان دوران جاهلیت میگویند آیا ما را از این کار جنگ و نتیجه آن چیز اختیار است؟ بگو همه کارها از خداست. در دلهای خود چیز را پنهان می‌دارید. در دلهای خود چیز را پنهان می‌دارند که برای تو آشکار نمی‌کنند. میگویند اگر ما را از این کار چیز اختیار بود، در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو اگر در خانه‌های خود هم می‌بودید، کسانی که کشته شدن بر آنها مقرر شده است، از خانه و قتلگاه‌هایشان بیرون می‌رفتند. خدا آنچه را در سینه دارید می‌آزماید و دلهایتان را پاک می‌گرداند و خدا آنچه در دل هاست آگاه است. از میان شما آنانی که در روز مقابله آن دو گروه بگریختند و سبب پاره از اعمالشان شیطان آنها را به خطا افکانده بود، اینک خداوند ایشان را عفو کرد که او امر زنده و بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی مباشید که کافر شدند و درباره برادرانشان که در سفر یا در جنگ رفته بودند و مردند یا به شهادت رسیدند گفتند اگر نزد ما می بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. خدا این پندار را چون حسرت در دل آنها نهاد و خداست که زنده می کند و می میراند و اوست که اعمال شما را می بیند. اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، امرزش و رحمت خدا آنچه در این دنیا جمع می آورید بهتر است. اگر بمیرید یا کشته شوید، البته به سوی خدا برانگیخته و جمع می شوید. و سبب رحمت خداست که تو محمد با آنها این چنین خوشنو و مهربان استی. با آنها این چنین خوشخویی و مهربان استی. اگر تندخو و سخت دل می بودی، از پیش تو می رفتن. پس از آنها درگذر و برای ایشان امرزش بخواه و با آنان در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد. حقیقتاً اگر خدا شما را به پیروزی کمک کند، هیچ کس نتواند پیروز شود بالای شما. و اگر خدا شما را فرو گذارد، کیست که پس از فرو گذاشتن او شما را یاری کند؟ پس مسلمانان به خدا توکل کنند و بس. هیچ پیامبری خیانت نکند و هر که به چیز خیانت کند آن را در روز قیامت با خود آورد. سپس جزای عمل هر کس به تمامی داده خواهد شد و به کسی ستمی نرود. آیا آن کسی که خشنودی خدا را پیروی کرده مانند کسی است که به خشم خدا بازگشته؟ سزاوار خشم خدا شده و جایگاه او دوزخ است. آن سرانجام بد است. این دو گروه نزد خدا درجات مختلف دارد و خدا به کارهایشان آگاه است. به تحقیق احسان کرد خداوند بر مؤمنان که در میانتان پیامبری از خودشان فرستاد که آیات او را بر آنان میخوانند و پاکشان میسازد و کتاب و حکمتشان بیاموزد، در حالی که پیش از آن یعنی پیش از آمدن پیامبر آنها در گمراهی آشکار بودند. و یا چون آسیب به شما رسد که دو چندانش را در جنگ بدر به دشمن رسانده بودید، میگویید این از کجاست؟ بگو از سوی خودتان است که برخلاف فرمان پیامبر سنگر را رها کردید. همانا خدا به همه چیز تواناست. آنچه در روز برخورد آن دو گروه مسلمانان و مشرکان به شما رسید به حکم خداوند بود تا شما را بیازماید، برای این که معلوم کند مؤمنان را.
و تا کسانی که منافق بودند معلوم گرداند. و چون به آنها گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا دفع کنید دشمن را، گفتند اگر می دانستیم جنگ در می گیرد با شما می آمدیم. آنان در آن روز به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. پس زبان چیزهایی می گویند که در دلهایشان نیست و خدا بر آنچه پنهان می دارند داناتر است. آنانی که خودشان در خانه نشستند درباره برادرانشان شهیدان گفتند اگر گپ ما را گوش می کردند در خانه می ماندند کشته نمی شدند. بگو اگر راست می گویید مرگ را از خود دفع کنید و کسانی را که در راه خدا کشته شدند با آنها مرده نگویید. آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. از فضیلتی که خدا نصیبشان کرده است شادمانند و برای آنها که در پیشان هستند و هنوز بر آنها پیوسته اند خوشدل اند و برای آنها هیچ ترس نیست و اندوهگین نمی شوند. ایشان به نعمت و بخششی که از خداست و به این که خداوند مزد مؤمنان را تباه نمی کند شادمانند. آنانی که پس از آن که زخمها بر ایشان رسید در عهد خدا و پیغمبر را در دعوت و در پیگیری لشکر مشرکان پاسخ نیکو دادند، یعنی پس از زخم خوردن باز هم فرمان خدا و رسولش را اجابت کردند. آنان که نیکوکار باشند و از خدا بترسند مزد بزرگ دارند. آنان که مردمان به ایشان گفتند لشکرهایی از مردم کافران مکه برای جنگ با شما جمع شدند، پس از آنها بترسید. اما این سخن بر ایمانشان افزوده و گفتند خدا ما را بس است و نیکوکار گزار و پشتیبانی است. سپس از جنگ برگشتند در حالی که نعمت و فضل خداوند را به همراه داشتند و هیچ آسیب بر آنها نرسیده بود. اینان برای خوشنودی خدا رفتند و خدا را بخشایش عظیم است. آن شیطان است که در دل دوستان خود ترس می اندازد. اگر ایمان آورده اید از آنها نترسید، از من بترسید. آنان که به کفر می شتابند تو را غمگین نسازند. اینان زیان به خدا نمی رسانند. خدا می خواهد آنها را در آخرت بی بهره گرداند و برای ایشان عذاب است بزرگ. همانا کسانی که کفر را به عوض ایمان خریدند هیچ زیان به خداوند نتواند رسانید و آنان را عذاب است دردناک. و کسانی که کافر شدند فکر می کنند که مهلتی که به آنان می دهیم خیر آنهاست، اما تنها عمر ایشان را دراز می کنیم تا بر گناهایشان اضافه تر شود و آنها را عذاب است خور کننده. خدا بر آن نیست که شما مؤمنان را بدین حال که اکنون هستید رها کند. می آزماید تا ناپاک را از پاک جدا سازد و خدا بر آن نیست که شما را از خیر مطلع گرداند. ولی بعض از پیامبرانش را که خود بخواهد برمیگزیند. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید پرهیزگاری کنید و شماست مزد بزرگ. آنانی که در نعمتی که خدا به آنها عطا کرده است بخیل می‌ورزند، گشنگی می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که در بخیل ورزیدن برایشان خیر است. نی، شر است. در روز قیامت آنچه را که در بخشیدنش بخیلی می‌ورزیدند چون طوق به گردنشان خواهند آویخت. و از خداست میراث آسمان‌ها و زمین و او بر هر کاری که می‌کنید آگاه است. به تحقیق خدا شنید سخن آن کسانی را که می‌گفتند خدا غریب است و ما توانگریم. گفتارشان را و نیز این که پیامبر را به ناحق می‌کشتند خواهم نوشت و گوییم بچشید عذاب آتش سوزان را. این عذاب به سبب کارهایی است که دستهایتان از پیش فرستاده و خدا به بندگان ستمگر نیست. کسانی گفتند ما را با خدا عهد است که به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد و آتش آن را بخورد، یعنی بسوزاند. بگو پیش از من پیامبران با معجزه ها و آنچه اکنون می خواهید آمده اند. اگر راست می گویید
چرا آنها را کشتید؟ پس اگر تو را دروغگو شمردند، همانا پیغمبرانی که پیش از تو با نشانه ها و دلایل هویدا و نوشته های حکمت آمیز، با سخنان استوار و کتاب روشن و روشن کننده آمده بودند، نیز دروغگو شمرده شدند. هر کس مرگ را می چشد و به تحقیق در روز قیامت مزد اموال شما را به کمال خواهم داد. و هر کس از آتش دوزخ دور داشته و به بهشت در آورده شود و پیروزی رسیده است. و زندگی دنیا چیز جز کالای فریب نیست. شما را به مال و جان آزمایش خواهد کرد و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و از کسانی که شرک ورزیدند آزار، زخم زبان بسیار خواهید شنید. و اگر صبر و پرهیزگاری نمایید، همانا این از استوارترین، جدیترین و راست و درستترین کار هاست. و یاد کن آنگاه که خدا از کسانی که به آنها کتاب داده شده پیمان گرفت که آن را برای مردم روشن بیان کنید و پنهانش مکنید، پس آن را پشت سر خویش افکندند و در مقابل بهای اندک گرفتند. چه بدمعامله‌ای کردند آنان را که از کارهای بد و زشت که کرده اند شادمان شده اند و دوست دارند به سبب کارهای ناکرده خویش هم مورد ستایش قرار گیرند و فکر می کنند که در پناهگاه دور از عذاب خدا باشند. برایشان عذاب دردآور مهیا است و خدا راست پادشاهی آسمان ها و زمین و خدا بر همه چیز توانا است. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز خردمندان را نشانه هاست. آنان که خدا را استاده و نشسته و پهلو و طور استراحت یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و گویند ای پروردگار ما، این جهان را بیهوده نیافریدی. پاکی است تو را از همه عیبا، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. پروردگارا، هر کی را تو به آتش در آوری به راستی خوارند، به راستی خوار و رسوایش کرده ای و ظالمان را هیچ یاوری نیست. ای پروردگارا، شنیدم ندا کننده را به آواز بلند به سوی ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و ما ایمان آورده ایم. پس ای پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را از ما دور گردان و ما را با نیکوکاران بمیران. ای پروردگار ما، عطا کن به ما آنچه را که به زبان پیامبرانت به ما وعده داده ای و ما را در روز قیامت رسوا مکن که تو خلاف وعده نمی کنی. پس پروردگارشان دعایشان را قبول کرد و به آنان پاسخ داد که من هیچ عمل کننده ای از شما را از مرد یا زن تبا نمی کنم. بعضیتان از بعضی دیگرید. پس کسانی که هجرت نمودند و آنان که از خانه های خیش بیرون رانده شدند و آنان که در راه من آزار دیدند و آنان که جنگ کردند و آنان که کشته شدند، هر آینه گناهانشان را از ایشان دور می کنم. آنان را به بهشت‌های در می آورم که از زیر درختان آنها جویهای روان است تا ثواب باشد از جانب خدا و ثواب نیک نزد خداست. رفت و آمد، سودجویی و کامیابی کافران در شهرها تو را نفریبد. این بهره‌مندی اندک است، پس جایگاهشان دوزخ است، بد آرامگاهی است. اما بر آنانی که از پروردگارشان می ترسند، ایشان را بهشت‌هایی است که از زیر آنها جویها روان است. در آنجا جاودانه باشند، در آنجا مهمان خدا هستند و آنچه نزد خدا است برای نیکوکاران بهتر است. پس از اهل کتاب به خدا و کتاب به شما نازل شده و کتابی که به خودشان نازل شده است ایمان دارند. چی فرمان خدایند. آیات خدا را به بهای اندک نمی فروشند. مزدشان نزد پروردگارشان است. همانا خدا زود حساب گیرنده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر کنید و در برابر دشمن با هم پایداری ورزید و آماده جنگ با دشمنان باشید و از خدا بترسید تا رستگار شوید.